ساحل افتادی گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موج خرامیده تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. با پوزش از بینندگان در توپقی که در شعر زدم، به خاطر اینکه این دوستان باید این پخش رو میذاشتن اینجا و من میفهمیدم که چه لحظه ای برنامه رو ایر هست و این اتفاق افتاد. اجازه بدید روز چهارشنبه است بریم به دیدار دوست و همکار عزیزمون جناب آقای ناصرخان محمدی در لندن. درود بر شما جناب آقای محمدی. درود بر شما جناب همایون عزیز و همکاران گرامی و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه جهانی کانال 1 به ویژه هموطنانمون در ایران. خب جناب آقای محمدی عزیز، به قول شما صحبت میکردیم یه اصطلاحی رو به کار بردید، آیت الله چاوز، ایشون هم درگذشت و چه عزاداری، چه عزای ملی اعلام شد در ایران. این واقعا حیرت انگیزه و به لقای الله مثل که پیوسته است. چیه داستان، چه اتفاقی افتاده آقای محمدی؟ همین واقعا این حضرت آیت الله العظما خوگماتو چاوز همینجوری که شما میفرمایید خیلی جالب هستش که اولا یه اشاره بکنم جناب همایون. مسئله این هستش که این آقای چاوز اصلا چه سودی به کشور رسونده، چه سودی به مردم رسونده، چه کرده است این آقا. اصلا شما وقتی که بیانیه دولت ایران رو ملاحظه میکنید واقعا حیرت میکنه آدم. آخه چطور ممکن هستش که مثلا رئیس جمهور مملکت اولا که اومدن یه روز تعطیل کردن اعضای عمومی. آخه شما ببینید برای هر کسی مگه میشود اعضای عمومی اعلام کرد؟ و اگر مثلا شما یکی از مثلا آدمای دیگر رو حتی از این حجت الاسلام ها و نمیدونم آیت الله ها، آقای محمد من فکر کردم نکنی یه به طور مخفیانه، چون میدونید این جریان صیغه ها و زبان دوم اینا محرمانه است معمولا، نکنی آقای چاوز این نسبتی مثلا با آقای احمدی نژاد پیدا کردن، یه رابطه فامیلی داشتن مثلا از طریق بستگان؟ نمیشه اونجوری گفت، ولی کلا خب این رو اقلا میدونیم که واقعا تنها رهبر کشورهای خارجی که بالاخره واسه آقای احمدی نژاد یه تره خورد میکنه فقط این بود. ولی دیگر نه اینکه یه مملکت رو تعطیل کنید. شما ببینید در بیانیه‌شون چی می‌نویسن. البته تعطیل نکردن، فقط اعضای ملی اعلام کردن، اعضای عمومی اعلام کردن. معذرت می‌خوام، اعضای عمومی اعلام کرده است. و وقتی که آدم بیانیه رو میخونه میبینه که آنچه که دفتر ریاست یعنی خود رئیس جمهوری مملکت داره اعلام میکنه، حالا ایشون رو شهید راه خدمت به خلق و آزادی خواهان جهان، پرچمدار آزادی خواهان جهان، و بعد جالب است مؤمن و موحد و پیرو راه انبیاء الهی. نه اصلا جالبه، اینو به پای مسیر رسونده، گفته من مطمئنم این دوره برمیگرده. بعد میخوین که روح ایشون در آسمان در افقی بالاتر در پرواز است، زنده است و تردید نیست که همراه با مسیح و رهبر صالحان انسان کامل، منظورشون امام زمانه، برمیگردد. آخه شما ببینید یه همچین قداستی رو از یک حتی شما از نمیدونم از آقای خمینی هم اگر کسی چنین تعریفی کرده بود و بعد میگفتش که با امام زمان برمیگردد، با مسیح برمیگردد، من فکر میکنم خیلی ایراد میگرفتن. اگر در مورد کسای دیگه بود که اصلا حکم ارتدادشو بهش میدادن. آخر مگر میشود شما یه همچین چیزی رو برای مردم ایران بیایید یک آدمی رو که حالا کمونیست بود از هر چی بود از تمام صفتی که به ایشون نسبت میدن جناب همایون این هستش که آقای احمدی نژاد هم تکیه کرده که ایشون بله با استکبار مخالف بود است، با آمریکا مخالف بود است، در حالی که همین کشور ایشون خب سالها با آمریکا مبادلات تجاری دارن، خیلی هم زیاد دارن، اساسا اینجوری نیستش که با آمریکا بخواد مخالفت کنه، یه شعاری رو فقط میده. ولی شما ببینید زلزله می آید در آذربایجان، کسی اعضای عمومی اعلام نمیکنه، حتی نرفتن تا حالا درستش بکنن. ببینید از کیه؟ از قبل از اینکه سرما باشه این زلزله آمد، دوران سرما هم گذرون، هنوز بی‌پناهن مردم، هیچ کس نمیاد اعلامیه‌ای بده. نه تنها اعلامیه ندادن، حتی رفتن امدادگرا هم دستگیر کردن و بازداشت کردن. در شیناباد دختر بچه ها پرپر میشن اونجا تو میسوزن تو آتیش،
آخرش وزیر ایشون میاد میگه که بخاری خراب بوده و تقصیر معلم بوده که این بخاری رو برداشته برده بیرون. خب شما وقتی یه همچی چیزی در مملکت میگذاره، واقعا چه چیز دیگری برای مردم میمونه که بهش دل ببندن؟ البته آقای احمدی نژاد میخواهد برای خودش نمیدونم به چه کسب بکنه فلان، ولی اینجا رو به نظر من بسیار اشتباه کرده و حتی جوری هستش که خود علمای اعلام هم همینجا الان اعلامیه‌اش. حالا آقای محمدی، این اون پدیده عجیب غریبی است این آقای احمدی نژاد. دیشب یه مراسمی در تهران بوده که آقای مشایی هم اونجا بودن و مجلس تقدیر از هنرمندان بوده. عکساش توی ایمیل شماره 1 هست و اتفاقی که افتاده، اولا یکی از هنرمندان که چون این سایت جهان نیوز این خبر رو زیر عکس آقای داوود رشیدی نوشته، احتمال ممکنه داده بشه که آقای رشیدی گفته، ولی من با شناختی که از آقای رشیدی دارم بعید میدونم که ایشون همچین حرفی رو زده باشه، چون ایشون خیلی روحیه سازشکاری داره و گفته است که من اول، یه هنرمندی که اسمشون ننوشتن گفته من اول ایرانیم بعدن مسلمان، و بعد خود آقای در همین جلسه گفته، بعد آقای مشایی اومده گفته اساتید گرانقدری همچون آقای، اسم هنرمند رو ننوشتن، که پیش از من در اینجا صحبت کردن سخنان مهمی بیان کردن که به نظر من تمام آنها درس بود، و بعد آمده راجع به تاریخ ایران و اینها صحبت کرده و گفته پاییز و زمستان از خود اصالتی ندارند و تنها بهار و تابستان هستند که باقیان و ما باید همیشه در فکر بهار باشیم، بهار جاودانه است، خزان و پاییز ماندگار نیست. یک نویسنده، یک هنرمند دیگری هم رفته از کوروش و داریوش و اینها صحبت کرده و خب یه موج عجیبی هم علیه این اتفاق افتاده. آیه محمدی، چه خبره؟ چه اتفاقی میفته؟ از یه طرف دیگه هم به نظر میرسه که آقای مشایی و آقای احمدی نژاد همونقدر که از آقای خامنه‌ای فاصله گرفتن دارن به جناح رفسنجانی نزدیک میشن و یه اتفاقی تو ایران داره میفته که حدس و گمانش خیلی سخته. الان نظر جناب عالی چیه راجع به این مجموعه؟ ببینید این جنگ و نزاع جناب رومان به نظر من خب هست. حالا این یه اشاره فقط کوتاه بکنم که بعد از اینکه آقای مشایی این حرفا رو زدن، از کوروش و داریوش و غیره صحبت کردن، دیدیم که یکی از این امام جمعه های خوزستان اصلا بهشون حمله کردن که آقا وقتی که علی در مملکت ما هست، به منظورشون آقای علی خامنه‌ای است، و ما عاشورا و تاسوعا داریم، اصلا صحبت کردن از کوروش و داریوش و چهارشنبه سوری اینا کار بسیار غلطی است و نشون میده که من فکر میکنم این جناح آقای احمدی نژاد به هر حال مثل که این سیاست رو اینجور انتخاب کرده که بچسبد به نهادهای ملی، بچسبد به سنن ملی، واسه که اونجا هیچ جایی، یعنی به اون شگردی که آقای خاتمی به کار برد برای نزدیک شدن به مردم، به نظر میرسه که آقای مشایی هم همون شگرد داره به کار میبره. همون کار به کار میبرن. جالب هستش که حالا در یک کشوری که میگوین انتخابات و غیره، اولا که میگوین انتخابات آزاد، اصلا حرفشو نزنید، بسیار خوب. حالا میگوین در مورد بهار هم صحبت نکنید. شما ببینید حتی کلمه ها رو مصادره میکنن. اما این که این جنگه هست و اشاره کردین، این جنگه هست، نزاع هست بینشون و طبیعی هم هست، بدون اینکه بخوان صحنه سازی کنن واقعا دارن. شما میبینیم ما تو این ماهای اخیر آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای خب چه درگیری داشتن. به هر حال از نظر سیاسی وقتی بررسی میکنین، دو جناح هم که در مقابل هم واسطن، بدون اینکه بخوایم بگیم یه جناح حتما خوب است یا بد است، نه، هر دوشون مال جمهوری اسلامی هستن. اما اینی که آقای رفسنجانی رو بخوان بکشن وسط، خب برنامه است که از مدتی پیش هست، منتها هنوز اونجور نیست که آقای خامنه‌ای و کل نظام با این داستان موافقت کرده باشه. ملاحظه فرموده باشید دیروز وقتی که مجلس خبرگان هیئت رئیسش انتخاب شد، آقای رفسنجانی حتی به عنوان نواب رئیس و نایب رئیس هم انتخاب نشد. حالا
چه برنامه‌ای باعث خواهد شد؟ به نظر من آخرش اینجوری خواهد شد که به هر حال رفسنجانی و آقای خامنه‌ای کنار بیان تا بتوانند در مقابل آقای احمدی نژاد بایستن. اما خود آقای خامنه‌ای واقعا جایی نذاشته، آقای همایون جایی نذاشته، برای یعنی همه جاها رو خراب کرده، رابطه رو با همه خراب کرده. هر جا که بخواد بره ترمیم بکنه باز به زیان خودش هستش. حتی اگه بخواد بره به طرف آقای رفسنجانی، خب بالاخره طرفدارای او هم کسانی هستن که تا به حال داشتن فحش میدادن به آقای رفسنجانی. این که موضوع بسیار بسیار پیچیده است و همونجوری که شما فرمودید حدس و گمانش هم بسیار پیچیده است. بله، این فیلمی هم که اخیراً پخش شده در مورد آقای بنی صدر و اینجور القا خواستن بکنن که آقای احمدی نژاد هم به سرنوشت او دچار خواهد شد، هم مکمل این سناریو بوده. نمیگن به سرنوشت او. ببینید مسئله اینه که یه شبیه سازی کردن. درسته آقای بنی صدر، یعنی درست هستش که همه چیزاش درسته جز این که آقای خامنه‌ای در واقع جسارت و جرأت و اون شجاعت، این که شجاعت اخلاقی این که این بابا رو برداره نداره. به نظر من این حرکتی که تلویزیون کرد به نظر من به زیان آقای خامنه‌ای و به نفع آقای احمدی نژاد شد. ملاحظه بکنید یه دونه فیلم مستند سرانجام مبارک درست کرده، سرانجام نامبارک درست کردن در مورد مسائل آقای بنی صدر، بسیار خوب. بنی صدر به هر دلیل اختلافش ایجاد شد با رژیم، با آقای خمینی، بسیار خوب. اینجا هم اختلاف آقای احمدی نژاد داره با آقای خمینی، دل آقای خمینی رو خون کرده بود. اینجا هم آقای عسکرالعادی میگه کپی همین رنجی که خمینی میکشید آقای رهبر داره میکشید. اما خمینی رو از سر کار برداشت، انقدر قدرت داشت، انقدر کاریزما داشت که وقتی مجلس رأی عدم کفایت داد خمینی رو عزلش کرد. اما آقای خامنه‌ای این کارو نمیتونه بکنه. حتی وقتی که آمدن میخواستن آقای احمدی نژاد استیضاح کنن، ایشون اومد گفت نه استیضاح نکنیم، برای اینکه میترسید حرفایی داشته باشه بزنه. ضمن اینکه آقای خامنه‌ای سالها، یعنی 6 سال ازش حمایت کرده، بقیه رو بی بصیرت دونسته، گفته من فکرم به این نزدیکتر است، دوستانش همه رو کنار زده، کلی آدم کشته هستن توی 88 در اون جنبش به واسطه اینکه این آقا رو نگه داره. حالا بیاد این از سر کار برداره. خب اگر این فیلم رو نشون نمیدادن باز میگفتن آقا این حالت بنی صدری نیست، آقا هم خب بخشیده. ولی وقتی اینو نشون میدین فقط تهش میمونه که همه داستان مثل دوران بنی صدر هست، الا اینکه آقای خامنه‌ای جسارت خمینی رو نداره. و واقعیت هم این هستش که خامنه‌ای خمینی نیست، آقای احمدی نژاد هم بنی صدر نیست. خوب به نظر من آقای همایون، حالا ممکن است من رو بعضی ها تایید نکنه، آقای احمدی نژاد من نمیدونم نظر شما چیه، بازی رو داره خوب میبره جلو. بازی داره قدرتمندترین نیست که بخوان مثلا مردم و فلان، اینا رو نمیگم، بازی رو بین خودشون خوب میشناسه و خوب میبره جلو. لااقل آقای خامنه‌ای میگوید آمریکا صحبت نکنه، میگه من خودم صحبت میکنم. آقای خامنه‌ای اون حرفا رو میزنه که آقا همتون اشتباه کرده. ایشون یه نامه مینویسه که از واقعا نه تنها تبعیت نمیکنه بلکه یه مقدار درس هم میده به آقای خامنه‌ای. به نظر من داره بازی رو خوب اداره میکنه. آقای محمدی، لحظاتی پیش نامه جدیدی از آقای نوریزاد، محمد نوریزاد، به آقای خامنه‌ای منتشر شده. من اول متن این نامه رو برای بینندگان میخونم و شما بله. آقای نوریزاد به رهبر نوشته که بله شما که همکنون در حال مذاکره با آمریکا هستید به زودی با آمریکا کنار خواهید آمد، خواسته های او را مخلصانه به او تقدیم خواهید کرد تا چیزی به اسم اقلام تشویقی از او دریافت کنید. چرا نگویم شما به معرکه مذاکره با آمریکا داخل شده اید، نه به این خاطر که باری از دوش و غباری از چهره مردم بر بگیرید، بل این در همتنیدگی اوضاع اسفبار اقتصادی و گسست پدید آمده در قلعه قدرت است که شما را به مذاکره با آمریکا ناگزیر کرده است. وگرنه اگر خیال شما از بابت برقراری 4 ستون این نظمی که اسمش را نظام نهاده اید راحت بود، هرگز از بلندای عزم خود فرود نمی آمدید.
گرچه ایستادن بر بلندای غروری به اسم مذاکره نکردن با آمریکا مایملک این سرزمین بلازده را به باد فنا بدهد. نوریزاد در نامش ادامه میده: من میتوانم چند وقت دیگر این مذاکره را به خوبی تجسم کنم. صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی هیاهوهایی از پیروزی به راه خواهند انداخت و مردمان گوش به فرمان را برای سر دادن الله اکبر به بامها گسیل خواهند فرمود که آمریکا سرانجام ذلیلانه به حقوق حقه ما متقاعد شد و من نسل‌هایی را می‌بینم که به دنیا نیامده مغروض بی‌کیاستی های پشت در پشت مایند، مغروض فرصت های تباه شده و سرمایه های به تاراج رفته. اما چه خوب که با هر دلیل به مذاکره راضی شده اید. به همین اندازه هم که از اراده گسست ناپذیر خود عدول فرموده اید از شما سپاسمندیم. محمد نوریزاد، 16 اسفند 91. به این ترتیب به نظر، چون نوریزاد آدمی است که به هر حال در داخل نظام هم دوستانی داره، همراهانی داره و ایشون صراحتاً گفته که آقای خامنه‌ای وارد مذاکره با آمریکا شده. اتفاقات اخیری هم که افتاده، اظهارات آقای صالحی وزیر خارجه که گفت تحریم ها به زودی کم میشه، سکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به همین پرسش، اظهارات آقای جان کری، شما چی برداشت میکنید؟ آیا واقعا من تصور نمی کنم که این رابطه بتواند با البته این صحبت هایی که آقای نوریزاد دارن میکنن این هستش که شما دارین پشت پرده یه توافقایی میکنیم که بعد بیان روی پرده صحبت. جوری نیستش که بشود در نهان و در پنهان و در خفا مثلا دولت آمریکا و ایران صحبت بکنن، مسائل تموم بشه بره. اولا که خود آقای خامنه‌ای باید طرف باشه. خاطرتون باشه جو بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ همین رو گفت که اگر آقای خامنه‌ای قبول بکنن صحبت‌ها رو و متعهد بشن که توافق‌ها رو انجام بدن، ما حاضرین گفتگو بکنیم. حالا ممکن استش که گفتگوهای غیر رسمی چیزی الان در جریان باشه اونجایی که آقای نوریزاد میگن، اما حل این ماجرا به این راحتی که ایشون میگن بنده گمان نمی کنم انجام پذیر باشه. البته اون تصویری که دارن میکنن و چقدر هم درست گفتن، چون خودشون توی رژیم بودن که بله باز دوباره میفرستن برین سر پشت بونا الله اکبر بدیم بگیم که ما پیروز شدیم، ولی تا اون زمانی که واقعا قانع نشن کشورهای 5+1 و آژانس اتمی که جمهوری اسلامی نمیخواهد سلاح اتمی تولید بکنه، من فکر نمی کنم آمریکا تغییری در رفتارش بده. همین الان که بنده با شما صحبت میکنم، ببینین هفته پیش مجلس نمایندگان آمریکا یک طرحی رو برای تحریم های بیشتر در دست بررسی قرار داد. مجلس سنا هم طرحی رو در دست بررسی قرار داد که اگر اسرائیل حمله بکند باید حتما آمریکا حمایت بکنه از اسرائیل. یعنی از اون وقتی میبینیم درست است که آقای صالحی همچین حرفی رو میزنه، ولی هیچ نشانه ای ازش نیست مگر همین گفتگوهای پنهانی که آقای نوریزاد داره اشاره میکنه. اما من جناب همایون تصور نمی کنم این گروگانگیری که انجام دادند و آقای خمینی اون رو انقلاب دوم نامید، اینا بتونن با این مسائل از بینش ببرن. یک دوم این که شما یه لحظه تجسم کنید اگر این مخالفت با آمریکا، مبارزه با آمریکا، نمیدونم دشمنی با آمریکا نباشه، آقا پیاز پیدا نمیشه میگن تقصیر دشمنه، نارنگی پیدا نمیشه، فرض کنید آجیل شده کیلو 60,000 تومان میگن دشمن. آخه هر کاری رو شما میخواید برید زلزله زده ها رو کمک کنید میگن دشمن دست داشته، روزنامه نگارا رو میگن. حالا این دشمن شما بردارین چجوری میتونید اصلا ادامه حکومت بدید؟ بله بنده نظر من 10 میلیارد دلار رو صرف همین مسئله هسته‌ای و اتمی کردن. حالا بیان بگیم همشو تعطیل، آقا این اون ذخیره 20% هم بدیم بیرون. خب چی میخوان بگن به مردم؟ 20 سال مردم رو گذاشتن سر کار و دارن پول خرج میکنن و دارن ضرر میکشن مردم، و حالا به این راحتی من تصور نمیکنم از هر دو طرف بتوان این مسئله رو به این راحتی رفع و رجوع کرد. بسیار ممنونم جناب محمدی عزیز. تا هفته آینده با شما بدرود میگم، به امید روزهای خوب و خوش.
سپاسگزار از لطفتون. سپاسگزارم. بینندگان عزیز با ما باشید، بعد از چند پیام بازرگانی در خدمتتون خواهم بود و ادامه برنامه. اگر به دنبال راهی برای مهاجرت به آمریکا هستید و می‌خواهید این راه قانونی و مطمئن باشد، با گلدن پاسیفیک ونچرز تماس بگیرید. با مراجعه به سایت فارسی www.farsiVisa.com تمام اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنید. برای خرید یا لیز هر گونه اتومبیل نو 0 کیلومتر 2011 یا 2012 به کمپانی اوسی آتو کانسالتنس اعتماد کنید. مهندس شهرام سرودی 949 677 3835 اوسی آتو کانسالتنس. اگر شما بیننده برنامه‌های ایرانی هستید، اگر از داشتن رسیور با همه دردسرهایش خسته شده اید، موقع آن رسیده که از آخرین پدیده قرن 21 استفاده کنید با جیرباکس. تلفن تماس 818 882 8300. تخم مرغ‌های جادویی نوروز بدون نیاز به رنگ و نقاشی، زیبا و آسان. فقط کافی است که روکش‌های جادویی را روی تخم مرغ‌ها بکشید و با آرامی آب جوش روی آنها بریزید. با تلفن 818 660 2201 تماس بگیرید. ایتالیانو کابینت اند استون. توجه فرمایید، 20 فوت کابینت دستساز با مرغوب ترین چوب فقط $5750. 818 808 7717. دیدار جاویدان، شرکت در بزرگترین همایش ایرانیان 1392. پرژیم پریز 12 تا 15 اپریل در نیویورک. اقامت در هتل 4 ستاره، صبحانه، نهار، شام، 3 شب ضیافت. شرکت در بزرگترین رژه ایرانیان در نیویورک. برای رزرو جا و ثبت نام در کاروان دیدار جاویدان با شماره تلفن 818 882 8300 تماس بگیرید. اومدم از اون دور دست اومدم از اون دور دست اومدم، از دیار پهلوانان خردمند اومدم، ولی با 1001 حیله و ترفند اومدم از اون دور دست اومدم از اون دور دست اومدم. اومدم از اون دور دست اومدم، با صدای زخمه دوتار ناکوک اومدم
راه مشکوک اومدم. از اون دور دست اومدم با غبار قدم شاه خراسان اومدم. گفتم دیگه نمیاد. انگار که ما رو نمیشناسی. حل. مثل فرهاد اومدم بی خیال حال شیرین مست و شاد اومدم. ساقی خرابم وای بده جوابم وای. اومدم از اون دور دست اومدم تو تنم یه ریتم لنگ و مثل تیمور اومدم با لبای نرم نای و نغمه شور اومدم. اومدم از اون دور دست اومدم. اومدم از اون دور دست اومدم. تو طرفه از نهای پرده تو طرفه از نهای پرده هرچی دکو از نهای قوت سرده اولیه از نهای جوانیه. بله، با درود مجدد خدمت بینندگان خوب و عزیز و نازنین در هر کجای جهان که هستید و از هر طریق این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایید. عرضم موضوعتون اگر در طی سالهای گذشته ملاحظه کرده باشید، بنده این توفیق رو داشتم که گاهی اوقات راجع به مسائلی صحبت کردم که بعداً اتفاق افتاده. حقیقتش من یک خطر بزرگی رو احساس میکنم، یک سناریوی بسیار بسیار هوشمندانه و در این حال رذیلانه. در طول 34 سال گذشته اگر شما دقت بکنید، برخلاف اپوزیسیون، مجموعه و ساختار جمهوری اسلامی با یک سناریوی مشخصی پروژه های خودش رو جامعه عمل پوشونده و دنیا هم در هر زمانی به این قضیه کمک کرده. بذارید یک مثال خیلی ساده بهتون بزنم. آیا واقعا فکر میکنید که اگر لازم بود و اگر میخواستند ماجرای گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی در ایران 444 روز طول میکشید؟ امروز اگر آمریکا این قدرت رو داره که ایران رو در کرنر قرار بده، آیا جمهوری اسلامی ضعیفتر شده یا دولت امریکا قوی تر شده؟ به هر حال پروژه گروگانگیری در ایران یه پروژه مشترک بین المللی بود برای اینکه سقوط کشور ایران و سقوط ملت ایران رو سریعتر بکنه. اما این سناریوها، ببینید تلفن ها چی میگه، این سناریوها یکی بعد از دیگری جامعه عمل پوشونده. از روز اولی که آقای خمینی به قدرت رسید، سناریوی اول این بود که ما گروهی از ملیون رو، گروهی از تحصیل کرده های غرب رو
بیاریم در جلوی صحنه، روحانیت رو در پشت نگه داریم، اینها کمک کنن به ثبات رژیم، بعد اینها رو کنار بگذاریم و روحانیت بیاد قدرت رو به دست بگیره. بعد سناریوی دوم کنار رفتن روحانیت بود و آمدن روحانیت چپ، یعنی روحانیتی که بیشتر باید گفت آخوند کمونیست و همونجور که مرحوم محمد رضا شاه پهلوی به درستی تشخیص داده بود، روحانی کمونیست آمد و جای روحانی واقعی رو گرفت. یعنی شما در آغاز انقلاب بنی صدر و بازرگان و یزدی و سباقیان و حاج سید جوادی و اینها رو میبینید، اینها میان راه رو باز میکنن برای حکومت روحانیتی مانند بهشتی، مانند منتظری و اینها کنار میرن و آقایونی میان مثل آقای خامنه‌ای، مثل آقای اژه‌ای، مثل آقای فلاحیان که اینها بیشتر آخوند چپ هستند، آخوند کمونیست هستند. در این فاصله پروژه های دیگری هم اتفاق میفته. یعنی اگر آقای خاتمی در 16 سال قبل کاندیدا نمیشد و رئیس جمهور نمیشد، مطمئن باشید که عمر رژیم به 34 سال نمیرسید. آقای خاتمی چهره ناشناخته‌ای نبود. آقای خاتمی از دوستان نزدیک سید احمد خمینی بود، پدرش از دوستان نزدیک آقای خمینی بود و ایشون رو به خوبی همه میشناختند. ایشون وزیر ارشاد آقای هاشمی رفسنجانی بود و استعفانامه ایشون از وزارت ارشاد و بعد انتقالش به کتابخانه ملی نشون میداد که ایشون چه طرز فکری داره. برای رژیم خیلی ساده بود که صلاحیت ایشون رو تایید نکنه یا اصلا بخواد که ایشون رئیس جمهور نشه. اما در اون موقعیت تنها کسی که میتوانست حکومت رو و نظام رو و رژیم رو نجات بده آقای خاتمی بود. اتفاقی که افتاد این بود، اپوزیسیون و بدنه و بخش بزرگی از اپوزیسیون با آقای خاتمی دل بست، همراهی کرد و اون اپوزیسیون بود، مخالفین جمهوری اسلامی بودن که یک وجهه خاص متفاوتی از آقای خاتمی ارائه دادن. و الا آخوند روحانی است و محال ممکنه که کسی که در حوزه درس میخواند ایرانی بودن رو بر مسلمان بودن ترجیح بده. اما میشود اسلام رو بر ایران ترجیح داد با لبخند، با یک شاخه گل در دست و بیان هم نکرد، کاری که آقای خاتمی کرد. عبای شیک میشه پوشید، نمیدونم نعلین زرد خوشرنگ میشه پوشید و در نتیجه در ذهنیت مردم یک شکل تازه‌ای از روحانیت رو ایجاد کرد. آقای خاتمی با موفقیت کامل این مرحله رو پشت سر گذاشت. سناریوی بعدی آمدن آقای احمدی نژاد در حقیقت به این خاطر بود که آنچه که روی ناچار، روی اجبار در زمان آقای خاتمی کاشته شده بود به ثمر ننشیند و آقای احمدی نژاد آمد تا اجازه نده که اون درخت هایی که برخی تصور کرده بودند با شرایط حاکم بر مملکت در دوره آقای خاتمی ممکنه تغییراتی ایجاد بکنه، اینها به نتیجه نرسند. به عنوان مثال عرض میکنم، در دوره آقای خاتمی روزنامه های نسبتاً آزاد و حرفه‌ای در ایران پدید آمد. این روزنامه ها توانستن روزنامه نگاران شایسته‌ای رو تربیت بکنن که در یک فضای مناسب اینها میتونستن قدرت داشته باشن. در امریکا اگر شما میبینید که رئیس جمهور محدوده، رئیس جمهور خیلی کارا رو نمیتونه بکنه، پیش از آنکه قوه قضاییه محدود کننده رئیس جمهور باشه، این مطبوعات و رسانه ها هستند که او رو محدود میکنن. اما تخمی که در دوره آقای خاتمی کاشته شده بود در دوره آقای احمدی نژاد به طور کلی خشکید و تار و مار شد و آقای احمدی نژاد آمد تا اجازه نده که اتفاقاتی که ممکن است منجر به سقوط نظام بشه اتفاق بیفته. در دوره 88 آمدن آقای موسوی و آمدن آقای کروبی، اون اتفاقاتی که بعد افتاد
اتفاقاتی نبود که قرار بود بیفته. قرار بود که آقای موسوی بیاد انتخابات رو داغ بکنه، برای اینکه اینها جایگاه های مشخصی دارن. مثلا شما میبینید آقای محسن رضایی یه دائم النامزده، ایشون در همه دوره ها نامزده، در حزب سبزهای اینجا هم یه نامزدی دارن که در اکثر دوره های ریاست جمهوری ایشون هم نامزد میشه. آقای محسن رضایی وظیفش اینه که بیاد اون چرخ چهارم رو با نقش چرخ چهارم رو بازی بکنه. ولی هم میدونستند قرار هم نبود کسی غیر از آقای احمدی نژاد بشه. من خیلی خوشحالم که در یک دوره‌ای که در همون دوره اول که آقای احمدی نژاد انقدر هم شناخته شده نبود، بنده تنها مجری تلویزیونی بودم که گفتم، صراحتا اعلام کردم، گفتم آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواهد بود. حالا آقای موسوی و آقای کروبی رو در حقیقت فضای ایران به اینجا رسوند، قرار نبود به اینجا برسه. و ضمناً وقتی که این اتفاق افتاد دیدن بد نیست که ازش یک بهره برداری دوگانه‌ای بکنن، به این عبارت که آنچنان با سرکوب و با رعب و وحشت در جامعه حکم فرمایی بکنن که دیگه کسی از خودش اعتراضی نشون نتونه بده، چون در زمان آقای خاتمی بخشی از پرده ها افتاده بوده. اما همه حرفا تو این اماست، باورتون نمیشه، شاید بیشتر از یک هفته است که دارم با خودم کلنجار میرم که آیا بیام این حرفا رو بزنم یا نزنم. اما سناریوی جدید و بس خطرناک، سناریویی که در حقیقت ادامه سناریوی سبز است. باور کنید همین الان که میخوام این حرفا رو بزنم هی با خودم حلاجی میکنم که آیا بگم، به قول آقای احمدی نژاد بگم یا نگم. ولی به هر حال ما که رسوای جهانیم. عرضم به حضورتون سناریوی جدید بر این منوال است که آقای رفسنجانی به قدرت برسه، یا خودش یا در حقیقت به جای اینکه بازیگر این صحنه باشه بازیگردان این صحنه باشه. این سناریو از مدتی پیش کلید خورد، زمانی که سراسیمه آقای مهدی هاشمی به ایران برگشت و خانوم فائزه هاشمی رو در همون فاصله گرفتن، هر دو فرزند ایشون رو گرفتن، به زندان انداختن. قدم اول این بود که موج انتقادات و موج ایرادها علیه خانواده رفسنجانی از بین بره. آقا شما به فائزه ایراد داشتید، فائزه زندانه. آقا شما به مهدی ایراد داشتید، مهدی زندانه. حالا کسی هم نمیپرسه آقا این آدمی که با این عجله برگشت، بردینش انداختینش تو زندون، 2 ماه تو زندون بود، بعد آزاد شد. یه وثیقه چه کی؟ 1 ماه، 2 ماه، 6 ماه، چی شد؟ ایشون راست داره راه میره تو این جامعه. خب از اونجا این داستان کلید خورد و همونطور که میدونید انتخاب یک شخصیت قدرتمند در ایران در همه این سالها بیشتر متکی به یک نوع حمایت خارجی بوده. برای شما عجیبه میدونم، ولی چنینه. یعنی خارجی ها، مثلا میخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر خوب دقت بکنید گروگانگیری به بقای حکومت کمک کرد، جنگ ایران و عراق به بقای حکومت کمک کرد. آقای خاتمی که اپوزیسیون و بخش عظیمی از اپوزیسیون همکاران بنده و دوستان عزیز بنده علاقمند به ایشون بودن و خانوادهشون رو تشویق میکردن که برید به ایشون رأی بدید، اینها دلبستگان آقای خاتمی بودن و از قدرت لازمی که برای حمله به نظام جمهوری اسلامی باید استفاده میشد نشد، چون دلبسته شدن به آقای خاتمی. حالا در شرایط کنونی عربستان با همه قدرت به میدان آمده.
عربستان با همه قدرت به میدان آمده تا جناح آقای رفسنجانی رو در ایران به قدرت برسونه. اولا میدونید که یک رابطه بسیار دوستانه و صمیمانه بین حکام عربستان به ویژه ولیعهد عربستان با شخص آقای رفسنجانی برقراره. این رو همه کسانی که کارشناس مسائل ایران هستند اعتراف میکنن. محال ممکنه که یک مقامی از عربستان به ایران رفته باشه و با آقای رفسنجانی دیدار نکرده باشه، یا دعوت رسمی که یکی دو سه بار دعوت‌های رسمی که عربستان از آقای رفسنجانی کرد. خب عربستان آمده به میدان که آقای رفسنجانی رو به قدرت برسونه. برای به قدرت رسیدن آقای رفسنجانی چند فاکتور لازمه. فاکتور اول دعوای بین آقای احمدی نژاد و خامنه ای. از دعوای بین جناح احمدی نژاد و خامنه ای رفسنجانی زاییده میشه و اوج گرفتن این دعوا در حقیقت برای جان بخشیدن به جناح آقای رفسنجانی. خب پس سیاست این سناریو در داخل ایران عبارت است از این که تا میتوانند فضای علیه احمدی نژاد آلوده بشه و بازارش گران بشه و آقای خامنه ای به جایی برسه که جز توسل به رفسنجانی چاره دیگری نداشته باشه. در این زمینه میتونم به شما بگم که از اگر 100 پوینت لازم باشه رژیم 80 پوینت رو به دست آورده. اما این کافی نیست. چرا؟ چون مردم ناراضی هستند و جلب رضایت مردم یک شبه اتفاق نمیفته. جلب رضایت مردم زمان احتیاج داره و پول احتیاج داره. از همه اینها مهمتر رژیم جمهوری اسلامی با یکی از قدرتمندترین اپوزانهای شناخته شده در دوره حکومت خودش مواجهه. پس همزمان با سیاستی که در داخل ایران باید اجرا بشه با ایجاد اختلاف بین خامنه ای و احمدی نژاد، در خارج از ایران اپوزیسیون باید از قدرت، موتور اپوزیسیون باید از حرکت بیفته. حالا چجوری می شود موتور اپوزیسیون رو از حرکت انداخت؟ این پروژه از حرکت انداختن موتور اپوزیسیون در دو مسیر چندین ماهه که به اجرا در اومده. در مورد اول برای اینکه بتوانند اپوزیسیون برانداز رو تبدیل بکنند به اپوزیسیون جا انداز، پروژه های عدیده‌ای از سال 88 آغاز شد. امروز شما در خارج از کشور با اپوزیسیون برانداز خیلی به ندرت روبرو میشید. اپوزیسیونی رو که شما میبینید اپوزیسیون جا اندازه و از طریق رسانه‌های بین المللی و از طریق ایجاد رسانه‌های نوین با ویترین‌های شیک تبدیل اپوزیسیون برانداز به اپوزیسیون جا انداز. یعنی کنفرانس‌های متعددی گذاشته شد. در این کنفرانس‌ها شما ملاحظه کردید که صحبت از سقوط جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نبود. در کنار همه این حرفا یادمون باشه جریان تجزیه ایران به عنوان یک شمشیر دولبه در بالای گردن ملت ایران بوده. خب این پروژه تبدیل حکومت اپوزیسیون برانداز به حکومت جا انداز مراحلی داشت. مرحله اولش اعزام 10 نفر از طرفداران جناح آقای رفسنجانی به خارج از کشور بود و از طریق کمک‌های دولت تمام اینها عرضم به حضورتون خیلی سریعتر از اپوزیسیون براندازی که معطل نون شب بود اینا تونستن جا مکان پیدا بکنن. به عنوان مثال عرض میکنم
شما آقای گنجی، شما آقای کلیور، شما از آقای موسوی خوئینی ها، شما همه این آقایون رو اگر که حتی آقای سازگارا، حتی دیگران اگر نگاه بکنید، اینا هیچ کدام غم نان ندارن، برای اینکه قرار نبوده داشته باشن. آقای ابراهیم نبوی، خیلی از کسانی که سایت های مختلفی درست میکنن با سیستم های مختلفی این اشخاص رو که اپوزیسیون هستند اما اپوزیسیون جا اندازن، نه اپوزیسیون برانداز، اینها به قدرت رسیدن تو خارج از کشور، صاحب رادیو شدن، صاحب سایت شدن، صاحب تلویزیون شدن، سخنرانی تو دانشگاه ها براشون گذاشته شد. و برای اینی که عرضم به حضورتون این اپوزیسیون جا انداز بتونه در دل توده مردم جا باز بکنه، آمدن چهره هایی از اپوزیسیون برانداز رو قاطی اینا کردن، به طوری که تفکیک اینها خیلی، مثلا آقای، به عنوان مثال عرض میکنم، آقای دوست ما آقای نوری‌علا، ایشون یه عضو اپوزیسیون، حالا یا به قول خودشون انحلال طلب یا براندازه و تردیدم در این نیست، مصرم هست در این ماجرا، اما نمایشی که داده شد، سالونی فراهم آوردن و کمیسیونی گذاشتن و کنفرانسی گذاشتن و تو این کنفرانس اکثر قریب به اتفاق آدما اعضای اپوزیسیون جا انداز، حالا یه 2 نفرم اپوزیسیون برانداز آمدن کنار اینا نشستن و این در حقیقت توجیه توده‌ای، توجیه عمومی پیدا کرد. به این ترتیب قدرت اپوزیسیون برانداز هر روز بیشتر از روز قبل کاهش پیدا کرد و متقابلا نیروی جا انداز آمد و قدرت رو به دست گرفت. این اپوزیسیون جا انداز ویژگی های خاص خودش رو داره. تشخیص اپوزیسیون برانداز با اپوزیسیون جا انداز کار آسونی نیست. یعنی شما فکر نکنید به سادگی میتونید یه چیزهای، فرمولهایی تو این کار هست. مثلا پرچم شیر خورشید، اپوزیسیون جا انداز اساساً با پرچم شیر خورشید مخالفه، اپوزیسیون جا انداز، و سعی میکنه که اون جن باشه و پرچم بسم الله، جایی که پرچم باشه اون نباشه. اما اپوزیسیون جا اندازی که حاضر نبود جایی که پرچم باشه حضور داشته باشه، توانست کاری بکنه اپوزیسیون برانداز معتقد به پرچم رو به میون خودش بکشه. یه کنفرانسی تشکیل شد توی پاریس، خیلی جالبه. در این کنفرانس پرچم شیر خورشید گذاشته بودن. اولین گروه سخنران‌ها که آمدن بلا فاصله اعلام میشه میان پرچم ها رو جمع میکنن از تو کنفرانس و توی محوطه نمیمونه. حالا اگر شما دقت بکنید خانم ها آقایان، این رو خواهش میکنم با گوش جان بشنوید. اگر دقت بکنید ملاحظه میکنید که در طی 1 سال گذشته تلویزیون کانال 1 رو بذارید کنار، شهرام و همایون و تلویزیون کانال 1 رو اصلا فراموش بکنید، بذارید کنار، ولی در طول 8-9 ماه گذشته شما دارید میبینید هر روز که ما میریم جلو پرچم شیر خورشید کم رنگتر و کم رنگتر و کم رنگتر داره میشه. من نباید اینو بگم ولی میگم. کجا داره کم رنگ میشه؟ نه تو خانه های شما، توی ویترین ها. در ویترین ها اپوزیسیون جا انداز داره با فاصله گرفتن از اپوزیسیون برانداز پرچم رو کم رنگ میکنه. یادش میره رو سینش بزنه، یادش میره تو استودیو بذاره، آرام آرام. اون داستان قرمی که لازم نیست همش رو براتون تشریح بکنم. خب مبدأ اصلی عربستان، هدف آوردن جناح رفسنجانی، راه رسیدن به جناح رفسنجانی، علم کردن اپوزیسیون جا انداز به جای اپوزیسیون برانداز و دامن زدن به اختلافات خامنه‌ای و احمدی نژاده. اما این همه ماجرا نیست.
ببخشید من برای اولین باره که شاید مجبورم اینجوری حرف بزنم، تو این زمینه مجبورم بنا به دلایلی خیلی تو لفافه با شما حرف بزنم. بخشی از اپوزیسیون برانداز در اثر شگردها و سیستم ها که اولش برمیگرده به نیاز مالی. اپوزیسیون برانداز هم بالاخره انسانه، بالاخره آدمه، بالاخره خرج داره، بالاخره زندگی داره. با این شرایط اقتصادی بد طبیعی است که اپوزیسیون برانداز به دلیل شرایط مالی ریزش داشته باشه و ریزش داره و ریزش کرده، تردید نکنید. یا برنامه‌های تلویزیونی که تشویق میشه به اینی که آقا خیلی خوب بیا برنامه‌تون داشته باشید. یا آقای سر مخفی هست میاد رو خط من میگه آقا تلویزیون باشه تو نباش و پرچم نباش، حله. ایشون بی خود نمیگه، ایشون درست میگه. اما دارم چیز میکنم و دارم هی حروف رو تو دهنم. یک خطر دیگه، مانع بزرگ دیگری در سر انجام این سناریو وجود داره. یعنی اگر اینا تونستن اختلاف احمدی نژاد رو و خامنه‌ای رو دامن بزنن، اگر تونستن تو خارج از کشور اپوزیسیون جاانداز رو جاگزین اپوزیسیون برانداز بکنن، یه کار دیگه لازم بود انجام بدن. لازم بود قلب اپوزیسیون برانداز رو نشانه بگیرن و موتور این قلب رو از کار بندازن. راههای مختلفی داره که من بنا به دلایلی دلم نمیخواد راجع به این موضوع فعلا لااقل حرف بزنم. اما این خطر یعنی خاطر بازگشت جریان آقای رفسنجانی به صحنه که از قدرت مالی خودش هم، یعنی فکر نکنید رفسنجانی پول داره و پولش رو تو این راه خرج میکنه، ابدا نه. پولی که داره تو این ماجرا خرج میشه عربستانه و نهایتا هم با آمدن جناح لیبرال رفسنجانی به مملکت 2-3 تا اتفاق میفته. رابطه با آمریکا تصحیح میشه، مسئله هسته‌ای تعدیل میشه، مسئله جزایر سگانه به صورت جزایر مشترک در خواهد آمد. اداره جزایر به کشورهای عربی خلیج فارس و ایران مشترک سپرده میشه. و از همه اینها اسف‌انگیزتر حکومت اسلامی 20 سال دیگه حداقل جاش محکم خواهد شد. از سه بخشی که لازمه برای انجام این پروژه، جمهوری اسلامی توانسته 2 بخش اون رو با موفقیت پشت سر بگذاره. بحث فضای داخلی که به نظر من 100% به نفع آقای رفسنجانی و به نفع این جریان در حال پیشرفته. فاکتور دوم تبدیل اپوزیسیون برانداز به اپوزیسیون جااندازه. سومین مرحله که امیدوارم تو این زمینه هوشیاری مردم باعث شکست این پروژه بشه، در حقیقت خطرناکترین مرحله است. اگر ما جمهوری اسلامی موفق بشه این مرحله سوم رو، یعنی این پروژه، جمهوری اسلامی فکر نکنید وقتی میگم جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای، نه، جمهوری اسلامی یعنی یه بخشی در ایران، جمهوری اسلامی یعنی یه بخشی در حاکمیت عرب، جمهوری اسلامی یعنی یه بخشی از در حاکمیت امریکا، جمهوری اسلامی یعنی یه بخشی از حاکمیت در انگلستان، جمهوری اسلامی یعنی یه بخشی در اتحادیه اروپا. جمهوری اسلامی یعنی این، یعنی اون کسایی که میخوان جمهوری اسلامی بماند. اینها یک مانع دیگری در سر راه دارن. اگر این مانع دیگه، با مثال براتون بزنم، چون گفتم مجبورم، متاسفم هستم، ازتونم معذرت میخوام،
مجبورم این موضوع رو در لفافه بگم. نه از کسی میترسم، نه کسی بابتش بهم پول داده که نگم. صلاح اینجوری میدونم که فعلا راجع به این موضوع در همین حد بیشتر با شما صحبت نکنم. اگر جمهوری اسلامی فکر بکنید بنده یکی از عناصر برانداز جمهوری اسلامی باشم، اگر جمهوری اسلامی موفق بشه یک آدمی رو بفرسته پیش من و من بیام این آدم رو توی بوق بکنم، مطرحش بکنم و امید اپوزیسیون رو بهش جلب بکنم و بعد این آدم یه شب ما بخوابیم صبح توی ایران باشه و توی استودیو تلویزیون ایران باشه و بشه سردار مرتی، فکر کنید چه اتفاقی میفته. اجازه بدید چند پیام بازرگانی ببینیم، برمیگردیم. تا همینجاش هم خیلی زیادی حرف زدم، برمیگردیم خودمون رو برای چهارشنبه سوری آماده میکنیم با نوشته و فریاد زردی من از تو، سرخی تو از من. تا چند لحظه دیگه. اگر به دنبال راهی برای مهاجرت به آمریکا هستید و می‌خواهید این راه قانونی و مطمئن باشد، با گلدن پاسیفیک ونچرز تماس بگیرید. با مراجعه به سایت فارسی www.farsiVisa.com تمام اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنید. برای خرید یا لیز هر گونه اتومبیل نو 0 کیلومتر 2011 یا 2012 به کمپانی اوسی آتو کانسالتنس اعتماد کنید. مهندس شهرام سرودی 949 677 3835 اوسی آتو کانسالتنس. شرکت صدف برای اولین بار در آمریکا پنیر فتای بدون هورمون و بدون کلسترول، بله بدون کلسترول، محصولی از کشور افسانه‌ای یونان را با کیفیت ممتاز به بازار عرضه می‌کنند. صدف انتخاب بهترین هاست. تخم مرغ‌های جادویی نوروز بدون نیاز به رنگ و نقاشی، زیبا و آسان. فقط کافی است که روکش‌های جادویی را روی تخم مرغ‌ها بکشید و با آرامی آب جوش روی آنها بریزید. با تلفن 818 660 2201 تماس بگیرید. دیدار جاویدان، شرکت در بزرگترین همایش ایرانیان 1392. پرژین پرنس 12 تا 15 اپریل در نیویورک. اقامت در هتل 4 ستاره، صبحانه، نهار، شام، 3 شب ضیافت. شرکت در بزرگترین رژه ایرانیان در نیویورک. برای رزرو جا و ثبت نام در کاروان دیدار جاویدان با شماره تلفن 818 882 8300 تماس بگیرید. من خوشحالم که تکس هایی که میگیرم و پیام هایی که میگیرم اینها بخشیشون بیشتر از من حتی متوجه شدن که چگونه آرام آرام داره این اپوزیسیون برانداز تبدیل به اپوزیسیون جا انداز میشه و آرام آرام چهره ها تغییر میکنه. در این مسیر البته به شما بگم کسانی هستند هنوز که با همه نیرو و ارادهشون ایستادن تا اینکه بتوانند اون آرمان خودشون رو استوار نگه دارند و کوشش بکنن که این اتفاق نیفته. تا چه حد میتونن موفق بشن این بستگی به شما داره، بستگی به حمایت مردم و خواست مردم داره. اما یادتون باشه اگر این جناح آقای رفسنجانی به قدرت برسه یعنی 20 سال دیگه عمر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. 818 477 17 تلفن استودیو، تلفن آزاد استودیو، تلفن مستقیم استودیو که هر چه میخواهد دل تنگت
بگو. الو درود بر شما، بفرمایید. الو جانم. الو درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب همایون عزیز، طوفان هستم از کانادا. خانم طوفان عزیز. جناب همایون عزیز، عرض کنم که شما میدونین مونترال کانادا مادر پرشین پرید دنیا بوده و بنیانگذارش بوده، ولی متاسفانه چون با یک امضا این پرمیت گرفته شده بود و زمانی که جشن جمهوری اسلامی خوناشام در هتل هیلتون مونترال میگیره، این آقای مشاهی پولاشو میریزه، اون آدم خودفروخته که پرمیت پرشین پرید به اسمش بوده، یک نفره بوده، دیگه اون سال پرشین پرید رو اجرا نمیکنه. و وقتی که من باش تماس گرفتم میگه طوفان ببین ما امسال وضع مالیمون خوب نیست ولی سال آینده این کارو ما میکنیم و با شکوتر، در صورت که این دور از حقیقت بوده و پرشین پرید و جمهوری اسلامی واقع جمهوری اسلامی پرشین پرید کانادا رو خرید. بانو دکتر مهشید اسدی، آقای دکتر سیروس اسدی، همه اینا میدونن در جشن پرشین پرید مونترال هم شرکت کردن و چون پرشین پرید یک امضای بوده متاسفانه دیگه هیچ کس به اون نام نتونست پرشین پرید رو در مونترال کانادا برگزار کنه و از بین رفت و الان با نام دیگه به نام ضیافت نوروزی در مونترال کانادا از طرف روزنامه پیوند داره برگزار میشه. با شکوه هرچه تمامتر در 23 مارچ این جشن شروع میشه که برای آگاهی بیشتر با تلفن 514 223 36 ببخشین من شما تلفنی چیزو میخوام حالا بعدن خیلی نایتم جناب همایون، شما تلفنشون از 514 22 336 هستش در مونترال کانادا. تماس میگیرم برای اطلاعات بیشتر. ممنونم از شما، ممنونم. علی درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید، در خدمتتونم. روزتون بخیر جناب همایون. من شما رو واقعا فرد ملی میدونم، یه آدم وطن پرست که به فکر منافع ملی و خط قرمزش فقط منافع ملی و جزون هم به چیز دیگه فکر نمی کنه. البته الان هم نظرم بر همینه، اما حس میکنم شما خیلی دید مصلحت ها رو دارید لحاظ کنید و به نظر من وقتی پای منافع ملی وسطه و توسط بعضی یا با قرائن و شواهد متعدد خیانت اثبات شده، خیانتشون یعنی این که ما دیگه در لفافه بخوایم صحبت بکنیم با کنایه و تعریض و گوشه و کنایه که فایده نداره. آقای همایون شما خود خیلی بهتر از من و خیلی دیگه هم میدونید، ما هم شما رو میشناسیم، آدم زیرکی هستید، به نکته اشاره نمی‌کنید، اما وقتی اشاره کردید ما نتیجه حرف شما رو 6 ماه بعد، 1 سال بعد و حتی 2 سال بعد هم شده مثلا میبینید. به نظر من شما سرعت کلامتون رو بیشتر کنید. بنده منظور حرف شما رو امشب متوجه شدم، اما چون خودتون نگفتید من قصداً اشاره به مضمون نکنم، اما امیدوارم که این اتفاق نیفته، خصوصا اون خطر تجزیه ایران. با تشکر از شما. خیلی ازت سپاسگزارم. اولا یه چیزی یادتون باشه، این سناریو که بنده راجبش صحبت کردم هیچ وقت این رو محدود به یه اتفاق نکنید. اتفاقاتی که طی چند ماه اخیر در خارج از کشور افتاده همه این اتفاقات به هم مرتبطه. یعنی خیلی جالبه که براتون بگم، فقط منحصر به یک حادثه نکنید. اتفاقات متعددی افتاده که در ظاهر و در ویترین اپوزیسیون براندازه، اما در بطن و در متن اپوزیسیون جا اندازه و همه این اتفاقات به هم مرتبطه. نکته جالبش در اینه اگر شما دقت بکنید یک خط بسیار نامرئی تمام این حوادث رو به هم مرتبط میکنه. الو درود بر شما، بفرمایید. الو جانم. الو درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب همایون. بفرمایید، در خدمتتونم. جناب همایون با سپاس از شما. من می‌خواستم بگم که
شما تو این بحثاتون که دارید میگید که باید با لفافه حرف زد و یا اینکه اینطوری میخواید عادی برخورد بکنید، من نیاز از شما گله‌مندم که یه اشخاصی که شما واقعا هیچ جا مطالعه ندیدین توی شبکه از ترس و یا بخواید از این صحبت بکنید که وحشت دارید از یه مطلبی رو بخواید بیان کنید، همیشه با شجاعت مطالب رو بیان کردید. ولی در مورد آقای نوریزاده وقتی میاد میگید که من میخوام با لفافه نه اولا من در مورد معذرت میخوام، گفتم یه دقیقه بیام تو. اولا خواهش می‌کنم اسم کسی رو نیارید. من در مورد نه شخص به خصوصی منظورم بود نه جریان به خصوصی. خانم آقایون، اون چه که اتفاق پیرامونتون داره میفته برمیگرده به جزئیات این سناریو. اون چه که اتفاق داره میفته و اینه که وحشتناکه. ممکنه برخی از مسائل عوامل این قضیه باشن اما کلش نیستن، بخشی از این هستن. من نه از کسی میترسم و نه برای حرف زدن مقابل دوربین هم از کسی اجازه میگیرم، اما برای اولین بار فکر میکنم بیان اون چه که شماها فکر میکنید که ضروری است گفتنش امروز به ما کمکی نمیکنه بلکه ممکنه لطمه بزنه. حالا چرا این حرفو میزنم؟ اگر دشمن بدونه که ما دستش رو با تمام جزئیات خوندیم تاکتیکش رو عوض میکنه و وقتی تاکتیکش رو عوض کرد تازه ما باید بریم دنبال راه حل جدید بگردیم. پس بیان این مطالب جلوی دوربین قبل از هر کسی دشمن رو به قول معروف آگاه میکنه، هوشیار میکنه. الو بفرمایید، خواهش میکنم. الو جانم، الو بفرمایید، خواهش میکنم. تلفن رو بذارید رو هولد. الو بفرمایید. درود برش. بفرمایید، در خدمتتونم. جناب هویمنده بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما که به این بحث اشاره کردید و واقعا غرور و افتخار هر ایرانی اینه که یه کسی داشته باشه تو عرصه رسانه که بخواد شجاع حرف بزنه و شما هم بسیار شجاع دارید از منافع ملی ایران حمایت میکنید، مخصوصا در مورد اشخاص انقلابی که الان اومدن دارن تو دل اپوزیسیون نفوذ کردن و میخوان اسم و رسمی برای خودشون به رقم بزنن. منظورم آقای نوریزاده است. شما واقعا دارید مواضع اینا رو برای ما روشن میکنید. من از شما سپاسگزارم. بسیار ازتون ممنونم. باز هم من تاکید میکنم هیچ اسم خاصی مورد نظر من نبوده و نیست. الو بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. در خدمتتونم. شما فرمودید قیمت طلا میره بالا. بله. رفت. هنوزم میگم. دلار میره بالا. رفت. هنوزم میگم. بله. امیدوارم که این یکی رو لااقل درست نگید. امیدوارم قربون. واقعا امیدوارم که این غلط از آب بیاد بیرون. بذارید یه چیزی بهتون بگم. به خدای ایران، به جان فرزندانم سوگند، امیدوارم من شرمنده شما بشم، رو سیاه بشم و این سناریو غلط از آب در بیاد، برای اینکه میدونم که چقدر این سناریو خطرناکه. من برام مثل روز روشنه، برام مثل اتفاقاتی که داره میفته مثل روز روشنه. و اصلا باز دوباره دارم بهتون میگم فکرتون رو نبرید روی موضوع خاص، یه تلویزیونی حالا یه جا درو، ابدا اینطوری نیست. موضوع خیلی گسترده تر از این حرف هست. یک جریانی است مرتبط که داره عناصر مورد احتیاج خودش رو یکی یکی انتخاب میکنه، از سیاسی، از انترتینمنت، از نمیدونم فلان، و اینها رو به هم جذب میکنه و اینها رو به هم نزدیک میکنه و با یک قدرت مالی، با شناخت عدم توانایی مالی اپوزیسیون برانداز، داره اپوزیسیون جاانداز رو جایگزین اون میکنه. الو بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای همایون. در خدمتتونم، بفرمایید. جناب همایون، من برنامه امشبتون که تماشا میکردم یه مقدار مبهم شد برام بعضی مسائل. گفتم که تماس بگیرم از خود شما بپرسم، شما آدم مطلعی هستید. من الان سوال اولم اینه که با این توصیفاتی که شما گفتید
دشمن اصلی ما جمهوری اسلامی یا عربستان سعودیه. بعد دو عربستان سعودی چه منافعی داره که به خاطرش پول هزینه میکنه، در بین اپوزیسیون مهره میذاره، با صرف هزینه های گزاف شبکه‌های تلویزیونی در لندن و جای دیگه تأسیس میکنه. الان عرض میکنم. الان توی دقیقه. اولا خانم و آقایان، من محمد رضا شاه رو قبل از هر چیزی یک سیاستمدار برجسته غیر قابل تکرار میشناسم. فکر کنید من شهرام همایون 15 سال پیش اومدم تو کار تلویزیون، الان تجربه‌ام بیشتره، آگاهیم بیشتره یا 15 سال قبل؟ محمد رضا شاه پهلوی 37 سال سلطنت کرده، دوگل دیده، نیکسون دیده، کندی دیده، چونلای دیده، نمیدونم برژنف دیده، خروشوف دیده، با اینا حرف زده، راجع به اینا مطالعه کرده. محمد رضا شاه پهلوی روزهایی که میخواست از ایران بره حرفایی زد، ما حرفای قبلش رو اصلا نشنیدیم، مصاحبهاش رو اصلا نشنیدیم، ولی جملات معروفی داره. آیا محمد رضا شاه پهلوی اشتباه کرد که گفت مردم تمدن بزرگ تبدیل به وحشت بزرگ میشه؟ اون روزی که این مرد این جمله رو گفت کدوم یکی از شما معنیش رو فهمیدید؟ کدوم یکی از سیاستمداران ایران راجع به این جمله محمد رضا شاه واکنش نشون داد؟ اصلا چه معنی پیدا میکرد روزی که مردم به هوای جشن و سرور تو خیابون ریخته بودن و بهار آزادی رو جشن میگرفتن؟ محمد رضا پهلوی از یک وحشت بزرگ اسم آورد یا نه؟ آیا 34 ساله شما در وحشت دارید زندگی میکنید یا نه؟ این همون وحشتی بود که محمد رضا پهلوی ازش اسم آورد. محمد رضا پهلوی حرفای دیگه هم زد، یه جمله فراموش نشدنی گفت ایران تبدیل به ایرانستان خواهد شد. خانم ها آقایان، برای عربستان چه نفعی داره؟ شما میدونید که عربستان در سال چقدر باج میده به دولت‌های بزرگ از ترس کشوری مانند ایران؟ چرا عربستان از ایران میترسه؟ به خاطر امکاناتی که ایران داره. ایران چه امکاناتی داره؟ ایران 3 تا امکان داره. یک، از همه چی مهمتر، نفتشه. این نفت ایران در کجاست؟ جز در خوزستان، عمده ترینش. 2، وسعت جغرافیایی. و 3، جمعیت. حالا اگر شما خوزستان رو، محمد رضا شاه پهلوی گفت ایران تبدیل به ایرانستان خواهد شد، معنیش چیه ایرانستان؟ معنیش تکه تکه شدن ایرانه. اگر شما خوزستان رو از ایران جدا کنید، اگر احزابی مانند حزب الاهوازی به قدرت برسن و بتوانن با سانسور این احزاب به قدرت برسن، آیا ایران بدون نفت چگونه کشوری خواهد بود؟ آیا دیگه لازمه عربستان از ترس ایران باج به کشورهای دنیا بده؟ اگر نفت خوزستان از ایران جدا بشه و خوزستان مستقل بشه با همون امکاناتش، جز اینه که یک کویت دیگه خواهد بود و ترسی نخواهد بود نداشت. چرا؟ چون نفت رو داره اما وسعت رو نداره، اما جمعیت رو نداره. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ایران بدون خوزستان یعنی ایران بدون نفت، از همه اینا مهمتر یعنی ایران بدون خطر. و ایران بدون خطر دیگه چه لزومی داره عربستان میلیاردها دلار از درآمد خودش رو صرف این بکنه که مبادا ایران شاخ بشه برای من؟ علی بفرمایید، خواهش میکنم. شما آقای همایون. بله قربان. سلام عرض میکنم، از توضیحاتتون خیلی متشکرم.
فقط میخوام بگم تمام این مسائل یک طرف. امروز شما چرا کراوات مشکی زدین عزیزم؟ والا من کراوات مشکی نزدم، من کراوات زرشکی زدم. دوربین ما مشکی نشون میده، من مشکی نزدم. آره عزیزم کراواتم مشکی نیست، به خدا زرشکیه، منتها دوربین اینجوری نشون میده. الان درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب همایون. اگه این فرصت رو نه اجازه طوفان جان اجازه بده، چون اینکه الان خیلی ها پشت خط هستن، فردا ان شاءالله تشریف بیار ادامه‌شو بگو. الان بفرمایید، خواهش میکنم. وقتم هم کمی زمینن جانم، بفرمایید. درود بر شما. در خدمتتونم، بفرمایید، خواهش میکنم. ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما و حتی بینندگان محترم موضوع ادامه یک نکته‌ای که همه در اون واقف هم و مطلع هستن، تمام افرادی که نفوذی جمهوری اسلامی هستن با آقای نوریزاده بین عزیزم قربونت برم، تو رو خدا بیا آقا جون، بیا تو. ببین شما هم منو کوچیک میکنید، هم تلویزیون رو کوچیک میکنید، هم این بحث به این بود. آقا 2 هفته پیش همینجا تو دانشگاه یک مجموعه ای از اصلاح طلب ها برنامه داشتن و دکترای روانشناس برانداز ما هم با اونا سخنرانی داشتن. چرا همه بند کردید به آقای نوریزاده؟ گفتم من دارم به شما یه چیزی میگم خانم آقایون، تضعیف کانال 1، حرکت فلان، کنفرانس فلان، همه اینا تو راستای این سناریوه. محدودش نکنید به یه جریان خاص، به هیچ عنوان اینجوری نیست. یه نکته دیگه مهمتر براتون بگم، چه بسا عواملی در این حرکت وجود داشته باشن که حتی خودشون هم ندونن. بنده یکی از همکارام اونجا صدا میزنم، میگم آقا برو یه فندک برای من بخر، این $5 رو بگی برو یه فندک برای من بخر. این نمیدونه من با این فندک چی کار میخوام بکنم. آیا با این فندک میخوام تمام این ساختمون رو به آتش بکشم؟ میخوام اجاق خوراکپزی رو روشن بکنم؟ اون رفته فندک رو خریده، حالا دلش خوشه، فندک رو خریده $1.5 $3.5 هم پاداش گرفته. دوستان من ازتون استدعا میکنم بحث رو حقیرش نکنید، بحث رو کوچکش نکنید. موضوع بسیار، وقتی جمهوری اسلامی میاد آقای محمد زمانی رو اونجوری میشونه توی اون صحنه و بعد ادامه میده نفر بعدی جایی که خواهد بود، از اون بترسید، اونجا رو وحشت کنید. و تمام این سرنخا با اطلاع یا بدون اطلاع، چرا من خیلی جاها نیستم، من معیار نیستم، آدم گنده‌ای هم نیستم، یه آدم معمولی پرورش یافته تو دامن مردیم که وطن دوست بوده. خب من نباید باشم، برای اینکه من اینجوریم. آقا با پرچم، مثلا با پرچم هستی یا نیستی؟ برید اینجور نگاه بکنید بهش، ببینید کجاها من نیستم یا من امثال من نیستیم و چرا. الو بفهمید، خواهش میکنم. الو جان بفهمید، خواهش میکنم. این فضایی که شما گویید جالب نیست. آقا جان من عجب به نوریزاده من چیکار دارم؟ چرا اینقدر شما به این هوایی میخواید پای آدمو بکشید؟ بس از من به ایشون کاری ندارم. الو بفرمایید، خواهش میکنم. الو درود بر شما. در خدمتتونم، بفرمایید. می‌خواستم بگم چجوری که این آقای نوریزاده که ای بابا. الو بفرمایید، خواهش میکنم. درود میفرستم خدمت شما جناب آقای همایون، در خدمتتون، و همه زحمتکشانی که برای چنل وان زحمت میکشن. من یه مسئله رو خواستم خدمتتون بگم که اگر اشتباه میکنم خواهش میکنم من تصحیح کنید. بفرمایید. خواهش میکنم. ما ایرانی‌ها یه مثالی داریم که میگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. بله. و متاسفانه احساس من اینه که شما به خاطر اینکه نخواستین همرنگ جماعت بشین تاوان خیلی زیادی رو پس دادین و امروز
امیدوارم که بینندگان این تلویزیون خیلی چیزا برایشون مشخص شده باشه. یکی از مسائلی که من هنوز نفهمیدم و امیدوارم شما من تصحیح کنید، نمیدونم از کی تا حالا پرچم ملی یک کشور باعث تفرقه یا اینکه ضد انقلاب بودن یا جناحی بودن رو به دیگران ثابت میکنه که بعضیا همچین به قول معروف برداشتی رو دارن که اگر پرچمش خودشونو پشت سرشون بذارن یا مدیر اون رسانه راضی نیست یا اینکه دیگران شرکت نمیکنن. همونجوری که شما اعلام کردین مدت زمانیه که خیلی از احزابی که در ایران بودن وارد خارج از کشور شدن و متاسفانه به تلویزیون‌هایی راه یافتن که نباید راه میافتادن. که تلویزیون شما به خاطر ایستادگی و پایداری شما از این مسئله مستثنا شد. یعنی خیلی به خاطر این پرچم چون با رژیم بودن نیومدن تو تلویزیون شما صحبت کنن و اینجا این پافشاری شما عاشق این پرچم هستین ولی جز حزب باد نیستین که هر طرف این پرچم بره شما باش برین. پرچم یکیه و این دلیل نمیشه که دیگران بخوان روش عیب و ایرادی بذارن. من این مسئله هم که میگم احساس میکنم شما الان باید در دیگران هویدا شده باشی که 3000 نفر این خانواده به این تلویزیون بود و به ناحق من فکر میکنم سر شما بریده شد چون نیومدین خودتون رو تابع جماعت بکنید. اون چیزی که باش باور داشتین و رو اون عقیده هستین احساس میکنم و خواهید بود و عوض شدنی هم نیست. من اینو نمیتونم بفهمم چطور میشه که برای اینکه چند نفر از کسانی که داخل رژیم بودن دستشون به خون مردم آلوده است و اومدن خارج از کشور الان میتونن راحت برن. این البته چیز مهمی نیست، همه آزادن، میتونن، دموکراسی که از عقایدش اینه، ولی چطور میشه که این پرچم ما به خاطر 4 نفر، من البته اسم نمیبرم، همونجوری که دوست دارم با اون سیاست تلویزیون شما پیش برم و همیشه عاشق این تلویزیون بودم و آخرین لحظه یکی از بهترین برنامه‌های زندگی منه و خیلی چیزا از شما یاد گرفتم. چطور میشه که به خاطر چند نفر ما بیایم تمام عقاید و مسائلی رو که تا الان دنبال میکردیم و زیر پا بذاریم و بریم به اینا باج بدیم یا بها بدیم که بیان تو تلویزیون ما صحبت کنن؟ آیا به نظر شما جناب آقایان افراد مهمن یا اینکه افراد یه روزی میرن و این پرچم هست که همیشه میمونه؟ ممنونم. من خیلی سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما. بهتر اینجوری تصحیح بکنم بنده که آرمان پرچم خودش بعد خوش که آیا پارچه است و یا عکس و یا رنگه. آرمان آدم که یه ویترین میخواد، آرمان آدم که یک پرنسیپ میخواد. میخواید بدونید پرنسیپ یعنی چی؟ پرنسیپ یعنی اینی که من حاضرم برنامه هر سالی را از 15 سال پیش به این طرف شما گفتید براتون پخش کنم. حاضرم برنامه هایی که در ایام جنبش سبز داشتم و پخش کنم، برنامه هایی که زمان انتخابات آقای خاتمی بود پخش کنم، برنامه هایی که عرضم به حضورتون آقای رفسنجانی و آقای احمدی نژاد با هم درگیر انتخابات بودن پخش کنم. همه این برنامه ها رو حاضرم پخش کنم. ببینید حرفای من با حرفای امروزم کوچکترین فرقی داره. دوستان عزیز، شما رو به خردتون، به آگاهیتون میسپارم و امیدوارم با خرد و آگاهی چراغی روشن بشه که این چراغ بتونه راه ما رو باز بکنه. ممکنه فردا بخش دیگری از این سناریو رو براتون باز بکنم اگر عمری باشه و هنوز ایستاده باشم. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، وانچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. روزگار به شما خوش.